بچه‌ها سلاس که امیدوارم که حالتون جالس باشه. من محسن اسکندی اومدیم با یک ویدیو آموزش دیگه از جادوگر ابس سلنا. When you gaze into the abyss gazes back. خب بچه‌ها اومدیم با داستان سلنا در ابتدا. اما چرا داریم سلنا رو میریم؟ به خاطر اینکه بچه‌ها درخواست کردن کارینا رو بریم. من کارینا رو گرفتم، ویدیوش آماده است، اما به خاطر اینکه داستان کارینا کاملا بعد از سلناست و پارت داستانش ناقص میمون، امروز اومدم سلنا رو ضبط کنم. سلنا رو باید بذارم بعد کارینا رو بزنم، چون که متوجه سیر داستانش نمیشه. این نکته اول. نکته دوم، مثلا داستان سلنا باید بدونید که سلنا خواهر کاریناست، یعنی سلنا و کارینا با همدیگه خواهر هستن، هر دو اساسنن و هر دو ماجیکال دمیج میدن. اینا نکات مشترکی که بازی بهشون توجه کرده با توجه به نسبتی که با همدیگه دارن. حالا ما بریم داستان سلنا رو با همدیگه ببینیم. میگن که در سرزمین‌های جنوبی امپراتوری مونیان، اما تلفظ درستش مونین هست، حالا من دیگه سخته اینطوری گفتم، میگم مونیان ولی مونین هست. میگن تاریکی عمیقی این منطقه در واقع جنوبی مونیان رو فرا گرفته بود و این سرزمین کاملا تهی و در واقع آسیب دیده بود، ولی یه سری مردم اونجا زندگی میکردن. انگار که یک شیطون با شمشیرش این سرزمین رو زخم کرده بود. اینا تعاریف دقیق بازیه. مردم محلی این منطقه باور داشتن که یک سایه‌ای که همون ابس هست، یعنی اسم این منطقه رو سایه ابس گذاشته بودن. کلا اسم این منطقه‌ای که اونجا زندگی می‌کردن گذاشتن سایه ابس. اما این مردم نمیدونستن که در واقع یکی از قوی ترین و ترسناک ترین شیاطین دنیای ابس به اسم در واقع The Abyss Dominator توی این منطقه زندگی کنه و اونجا توسط یک جادویی حبس شده. بعد از سالها در واقع جادویی که ابس این The Abyss Dominator رو زندانی کرده بود کم کم از بین رفت و این شیطون که همیشه تلاش می‌کرد قدرتش رو بیشتر بکنه داشت آزاد می‌شد. خیلی از گمراهان در واقع برای دیمن‌های ابس قربانی می‌کردن. این پارت داستان در واقع سلنا خیلی جذابه. مثل اینکه خیلی دقیق قید نشد توی بازی، مثل اینکه مردم یه طرز تفکر اشتباهی داشتن مبتنی بر اینکه برای اینکه تحت امان باشن از این جادوی در واقع همین ابس دامینیتور باید بهش قربانی بدن. یه سری از این گمراه ها برای این شیطان یا این دیمن قربانی میکردن و بدون اینکه بدونن داشتن به این شیطان غذا میدادن و قدرتش رو بیشتر میکردن. این دیمن ها که از خالصترین حالت تاریکی ساخته شده بودن همیشه در تاریکی منتظر میچرخیدن تا بتونن از جسد این قربانی ها تغذیه بکنن. یک روز افرادی، یک الف جوان و زیبا به اسم سلنا رو در راه برای این دیمن ها قربانی میکنن و در عوض ازشون جادوی سیاه بگیرن. سلنا که جذاب ترین قربانی برای این شیطون بود، بیرحمانه مورد شکنجه قرار گرفت. اونا سلنا رو با درد و نفرت پر میکنن. طلسمی که در تک تک رگهای سلنا فرو رفت و تعابیر بسیار زیبایی از مرگ سلناست به عنوان یک قربان. لحظه‌ای که سلنا داشت به مرگش توسط تاریکی نزدیک میشد، معجزه‌ای اتفاق افتاد. نور آبی تابیده شد و شروع کرد به جنگیدن با این تاریکی. وقتی سلنا به هوش اومد هنوز در تاریکی زندان ابس بود، اما نور آبی رنگی از بدنش ساطع میشد. خب ما داستان این جنگ رو تا اینجا رفتیم. از اینجا به بعدش خیلی جذابه. میگن که چشمهای در واقع بنفش رنگ سلنا کاملا قرمز شده بود. این شیطون ابس که در بدن سلنا بیدار شده بود و دیمن ها رو به تعجب واداشته بود. میگن شیطان ابس به سخن آمد
به این دختر عشق ورزیده شد و این عشق او رو از مرگ توسط تاریکی نجات داد. یعنی مجموعه دیمن ها. شما اگر در کمیکش دیده باشید این تصویر شاید تو متن یه ذره مبهم باشه، من براتون توضیح میدم. این لول 2 که سلنا یک چیزی رو پرت میکنه اینجوری میاد تا بخوره بهتون و شما استان میشید، اون همین ابس دامینیتوره خب که خیلی بزرگه. این ابس دامینیتور توی اونجا از همه این دیمن ها بزرگتر بوده و زندانی شده. اون دیمن کوچولو موچولوها همه همون تله کوچولوها هستن، مثلا اندازه اون خیلی کوچیکن ها چیزن. این لیست توی اون کامیکی که شما میبینید سلنا این شیطون پشت سرش با یه استایلی شبیه ونم وایساده، این طرف همه اون شیطون کوچیکا مجبور به در واقع تسلیم شدن در مقابل سلنا رو کردن به خاطر حمایت اون ابس دامینیتور که در واقع تو اون عکس رو باید دیده باشید تا این داستان رو متوجه شید. میگن که سلنا متوجه شد که توی یک فضای شیطانی ایستاد و تمام دیمن ها رو کنار خودش دید، تمام گذشتهش رو فراموش کرد. متوجه شد میتونه جادوی سیاه رو کنترل بکنه، متوجه شد میتونه نیروی شیطان ابس رو جذب بکنه و خودش رو به دیمنی تبدیل بکنه. خاطر همین شما تو وضعیت سلنا دو حالت دارید، یک حالت انسانی الف گونش و یک حالت شیطانیش. The Shadow Abyss, a hideous scar carved into the land of dawn. Innumerable demons lurk within its depths, plotting to devour the light and plunge the world into darkness. Selena, these maggots seem to have a problem with you. How about we play a little game with these imbeciles? Oh, how tedious, Bissy. Don't you think you're a little too serious sometimes? You poor, wretched creature! When you gaze into the abyss gazes back! قدرت خاصی بهش داده شد تا بتونه دیمن های ابس رو کنترل بکنه. حتی آلیس ملکه ابس وقتی سلنا رو دید حس ناامنی کرد، نه فقط به خاطر اینکه ابس اون رو انتخاب کرد بلکه به خاطر نیروی عجیبی که از این دختر منتشر میشه. میگن انتخاب این دختر توسط ابس دامینیتور به خاطر زیباییش و قدرت بی‌نظیرش داره. ابس دامینیتور میگه که توی کامیکش میگه که هیچ دختری با این توانایی و با این قدرت تا به حال به من قربانی نشده بود. که بعدها سلنا شما هر جایی در واقع در مورد سلنا یا توی بازی کلمه ابسال ویچ رو شنیدید، جادوگر ابس رو شنیدید، این مقامیه که سلنا بهش میرسه و توی سرزمین ابس بسیار بسیار رتبهش میاد بالا و بسیار قوی میشه. خب این کل داستان سلناست. سلنا در واقع جزء جادوگران سرزمین ابس و رتبه بالاهای سلنا ابس میشه، در حالی که یعنی حتی ملکه ابس آلیس هم از سلنا ترس داره و میدونی که سلنا بسیار قدرتمند. اما میریم سراغ پارس بعدی، اسکیلز هاش و پسیو و در واقع نکات مرتبط به نحوه بازی و گیم پلی سلنا و بعد از اون من امبل ها، آیتم ها و یه سری تیپس هایی که به نظر میرسه در مورد سلنا رو باید بهتون بگم رو خیلی کامل بهتون توضیح میدم. خب بچه این متن پسیو سلنا هست، میتونید که این متن رو بخونید، ولی خب بخوام بهتون توضیح بدم پسیو سلنا اینه که زمانی که از لیول های 1 و 2 تو حالت الف استفاده میکنه یک مارک تحت عنوان ابسال مارک میاد بالا سر انمی. اگر از تله اولش استفاده کنه در واقع 2 مارک میاد، اگر از تله دومش استفاده بکنه 1 مارک میاد بالا سرش. هر چقدر در واقع مارک تعداد مارکی که بالا سرشه 2 تا بیسیک اتک بعدی که شما میدید دمیج بیشتری میده. یعنی الان 2 مارکش پره،
شما یک دمیج از پسیوش دارید، یک دمیج هم بابت بیسیک اتکش. خب میریم سراغ اسکیل اول. در حالت التش یا هم الون، شما اسکیل اولش رو اگر نگاه کنید یک ترپ یا یک تله هست. زمانی که این تله روی زمین بکاره انمی بره روش، یک مارک میاد بالا سرش. بعد از تقریبا 2.5 ثانیه این تله یک دمیج مضاعفی بهش میده که این دمیج مضاعف مارک دوم رو هم پر میکنه. لذا شما بعد از استفاده از تله میتونید 2 بیسیک اتک قدرتمند به انمی که تارگت گذاریش کردید بزنید. نکته که مطرحه اینه که شما 3 تله میتونید در واقع در کنار همدیگه بذارید و تله 4م در واقع دیگه تله اول رو از بین میبره. این نکته در نظر داشته باشید. اما اسکیل دوم چیه؟ الدن فورم. الدن فورم در واقع یک ابیسال ارو هست، همون دیمن بزرگتری که پرس میکنه. خب این دیمن چیکار میکنه؟ یک استان میکنه و یک مارک هم به انمی میده. حالا مسئله‌ای که مطرحه اینه که میزان مدت استانش کاملا به فاصلش بستگی داره. در واقع هر چقدر فاصله بیشتر باشه مدت استان انمی بالاتر میره. اگر از نزدیک بزنید کوتاه‌تره، اگر از نزدیکترین حالت بزنید 0.5 ثانیه استان میشه و دورترین حالت 4.5 ثانیه استان میشه که خوب وحشتناکه 4.5 ثانیه استان شدن. اما اسکیل 1 در حالت شیطانی یا ابیسال فرمش، زمانی که 6 کرده باشید و تبدیل شده باشید. حالت 1ش بیسیک اتک شما رو قوی میکنه، یعنی شما این رو روشن میکنید، بیسیک اتک بعدیتون بسیار قوی تره و دمیج بیشتری میده و یک شیلد برای یه تایمی بهتون میده. یه شیلدی شما دارید نگاه کنید، زمانی که ضربه میزنید یک شیلد براش میاد. خب اما اسکیل دوم در حالت ابیسال فرم یا در حالت همون شیطانیش چطوریه؟ اسکیل دومش یک دش هست، یک بلینک هستش که در واقع هر انمی که توی مسیرش باشه رو دمیج میده، ماجیکال دمیج هم میده. نکته خیلی مهم اینه اگر انمی که شما میخواین در واقع روش بلینک بکنید ابیسال مارک داشته باشه، کولدانی نداره لولتون. ببینید دوتا اول کولدان نداشت، سوم کولدان داشت، لذا خیلی مهمه اون تارگتی که شما میخواین برید کیلش بکنید خیلی عالیه حتما ابیسال مارک داشته باشه. اما اسکیل سوم که در واقع برای سلنان جزء پسیوهاش اینه که این اسکیل از ابتدای بازی باز هسته. شما در هر حالتی میتونید از اولتتون استفاده بکنید و تبدیل وضعیت بکنید. 30% موومنت اسپید شما رو برای بازه زمانی کوتاهی بعد از استفاده از این لول میبره بالا. در حالتی که شما الف هستید، یعنی اون آدمه اید، شما بیسیک اتکتون فیزیکال دمیج میده. در صورتی که تبدیل وضعیت کنید حالت شیطانی، شما یک مقدار در واقع وحشی ترید. حالا حالت کمبو رو میخوام در نظر بگیرم، شما ماجیکال دمیج هم میدید. حالت کمبوهاش رو ببینید با هم دیگه. چیزی که باید تمرین بکنید تا یاد بگیرید اینه که اول تله هاتون رو بکارید و لول دوم تو حالت الفتون رو از روی اون رد کنید. خب این کمبو رو با هم دیگه نگاه کنید. ما یک تله میذاریم، بعد این لول دومون رو از روی تله بندید، تله میره به انمی میخوره. به این حالت شما میتونید از بلینک هاتون بدون محدودیت استفاده بکنید. یه مقدار سخت هست انجام این کار به صورت ثابت، اما اگر انجامش بدید در واقع توان شما رو در اتک ها بسیار بالا می‌بره. این کمبو رو نگاه بکنید. همیشه قبل از اینکه بلینک کنید به طرف انمی یکتون رو روشن بکنید بچه‌ها، یادتون نره موضوع. به استان بسیار کوتاه‌تر بود چون از فاصله خیلی کمی شما تونستید استان بکنید. باز هم میبینی. خب ببینید بعضی موقع شما لول 2 تون رو استفاده میکنید، میرید و ببین ابیسال مارکی که پر شده شما راحت میتونید از بلینک هاتون استفاده بکنید. خب این نکات خیلی مطرحه در مورد استفاده از سلنا. از زمانی که میخواین جانگل بکنید روی حالت اولیه انسانیتون برید، 2 تا تله بکارید روی فارمتون
بعد تبدیل وضعیت بدید روی حالت شیطانی و ابسال فرمتون و با قلا قدرتی که لول 1 تون داره سریعتر فارم بکنید. در واقع دقت بکنید که توی پاک کردن لین ها شما خیلی سریع نیستید و کندید. نکته که داره اینه که شما اگر لول 2 شید میتونید قشنگ برید و در واقع فایت بدید و کیل بگیرید. هیچ نیازی در واقع به لول اپ کردن بیشتر ندارید. به به. خب بچه‌ها اسکیل یکش حکم وارد داره، یعنی شما میتونید در واقع توی سبزه ها هر کدوم از استیلاش تو حالت الف به شما در واقع ویو میده. نگاه کنید الان الوکارد رفتم این فارمش و شما توی مپ میبینید. نکته دوم اینه که شما تو حالت روم میتونید از این روش خیلی استفاده بکنید، بدن فارم انمی تله بذارید و در واقع اساسا انمی رو اذیت بکنید، دمیج بهش بدید، عقب بندازیدش و ضعیفش بکنید. از مینی مپتون خیلی استفاده بکنید برای اینکه لول 2 تون رو درست بزنید و دقیق بزنید به انمی که میخوان. پیش بینی خیلی مهمه. همیشه مارکسمن و میج رو در واقع تو اولویت قرار بدید برای زدن، چون فایت دادن شما با در واقع دمیج دیلر ها مهمتره تا با در واقع هیروهای یه مقدار ضعیفتر، ولی خب سفترن طبیعتا، مثل تانک ها و فایتر ها. بچه زمانی که دمیج دارید میتونید نرید بیس و از دور به فایتتون کمک بکنید. طلا رو بندازید، استان هاتون رو بدید و به یارهاتون توی تیم فایت کمک بکنید. خیلی میتونه به یاراتون توی فایت ها کمک بکنه. خودتون مجبور نیستید بیاد خیلی جلو. خب بچه ها دیدید با هم دیگه اسکیز ها رو و نحوه بازی باش رو دیدیم. خب توی اسکیز ها هم توضیح داده شده، ولی خب نکته که باز من باید بهتون بگم در مورد سرنا اینه که از لول در واقع 2 تون زمانی سعی کنید اکثرا تله رو بکارید، لول 2 تون از روی اون رد بکنید تا انمی اگر هم بهش خورد و شما قابلیت رسیدن بهش رو نشید، چون مثلا زیر تاوره یا توی یک تیم فایته و نمیتونید بهش نزدیک شید، شما اون تله بهش دمیج زیاده. بچه همون تله کوچیک در بازی لیت به هیروهای ضعیف و دمیج دیلر بسیار دمیج بالایی میده، یعنی یه مارکسمن 1/3 جونش با یک تله شما میره اگر آیتم ها و بیدلی که میبندید آیتم های برست باشن و بسیار دمیج بدن. خب این سراغ امبلی که برای سلنا باید ببندید. بچه ها 2 استایل امبل باش بازی میکنن، هم اساسن هم میج. اصلا بچه بذارید این نکته رو بهتون بگم با سلنا چطوری بازی میکنم. ما سلنای مید لین کلا لینر داریم، فرقی نمیکنه کدوم لین، تو همه لین ها سلنا میتونه، به خاطر اینکه میتونه از فاصله زیاد حریف رو از کار بندازه، یک لحظه نزدیک شه حریف رو نابود بکنه و دوباره فرار کنه. ما سلنای کلا لینر داریم، چه ایکس پی لین، چه مید لینر، چه در واقع چیز. ما یک سلنا داریم با استایل رومر، شبیه به ناتالیای رومر که در واقع توی لین ها وانمیسته. اگر هر سه لین تکمیل باشه ناتالیا فقط میاد توی یک لین با اون یه نفر یک لحظه اون لین رو در واقع کیل کنن انمی توی اون لین رو و برمیاد توی لین دیگه کمک. سلنا هم این استایل بازی رو داره، یعنی با سلنا روم هم میکنن، میان توی بازی میچرخن، توی لین ها روم میکنن، تو تیم فایت ها شرکت میکنن و با استان کردن انمی ها قدرت تیم فایت رو میبرن بالا. سلنا بسیار کمک میکنه. شما فکر بکنید که یک هیرو بسیار قدرتمند توی تیم روبروتونه که داره تمام تیم شما رو اذیت میکنه. اگر توی یک تیم فایت به اندازه 3 ثانیه استان بشه، 2 ثانیه استان بشه، 1 ثانیه استان بشه، کفایت میکنه برای اینکه نابود شه، چون هیروهای دمیج دیلر عمدتاً در واقع جون کمی دارن، اساسن ها، مارکسمن ها و میج ها. شما میتونید خیلی راحت با استفاده از سلنا تو تیم فایت ها بسیار بسیار به تیمتون کمک. سلنا استایل بازی اساسن هم داره، با سلنا جانگل هم میکنن، سخت داره یک مقدار، ولی به هر حال استایل بازی اساسن با رومر اون سبکی که بهتون گفتم شبیه به همه دیگه، به خاطر اینکه اساسن توی جانگل داره فارم میکنه، در لحظه‌ای که میخواد کیل بگیره وارد لین میشه
و با اون لینر کیلش رو انجام میده. اینا استایل بازی با سرناست. پس متناسب با این استایل بازی هم امبل اساسن هم امبل میج میتونید براش بیاد، اما امبل دیگه نه. من دیدم امبل تانک براش اصلا درست نیستش، این کار رو اصلا نکن. پس یا امبل میج براش بیاید یا امبل امبلم در واقع درستش، حالا من همیشه میگم امبل یا امبل اساسن. این میشه بحث امبلم هاش. بعد میریم سراغ آیتم هاش. من این لیست آیتم رو به شما در واقع پیشنهاد میدم. قرار شده که من ویدیو آیتم ها رو براتون بسازم، خیلی گفتید بروی چشم، حتما این کار رو انجام بدید. یه مقدار زمان بره، من باید یه سری دیتا رو عقب آماده بکنم، باز کنم دونه دونه آیتم ها رو با یک ترتیب بهتون آموزش بدم. امروز نمیرسم، ولی آیتم ها رو که بهتون یاد بدم شما این بیلدی که من بهتون معرفی کردم رو هم میتونید به راحتی تغییر بدید. یعنی بستگی داره کی جلوتون باشه و بستگی داره که به هر حال کی جلوتون باشه و چطوری باید از این بیلد استفاده بکنید. این میشه بیلدش. و مسئله بعدی اسپل اگر قرار بود به جانگل ریتریبیوشن براش میارید، اگر لازم بود براش فلیم شات میتونید بیارید، فلیکر میتونید براش بیارید، اکزیکیوت میتونید براش بیارید، عرض کنم ایجیس میتونید براش بیارید و کلا بستگی داره که چون تو هر لین تو هر رولی میتونید بازی بکنید، میتونید با سرنا در واقع اسپل های مختلفی بیارید. فلیکر خیلی باید دنبال کشتن باشید با فلیکر باش بازی بکنید. در نظر من در واقع اگر یکی رو استان کرد می‌خواستید واسه 4-5 نفر بکشید و بیلین که خودتون کفایت نمی‌کرد برای فرار کردن، میتونید از فلیکر هم استفاده کنید و 2 تا بیلین که انجام بدید برای فرار کردن. خب داستان سرنا رو گفتیم، گیم پلی هم گفتیم، امیدوارم دوست داشته باشید. بعد از این من کارینا رو باید براتون توضیح بدم به خاطر اینکه داستانش خیلی مرتبطه به سلنا، همونجوری که سیلوانا رو من مجبور بودم بعد از دیروز بهتون آموزش بدم. دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید. فعلا خدا حافظ.